کی بین بچه‌ها مثلا جلو دوربین یه جور دیگه بود، یا پشت دوربین واقعا یه جور دیگه. من نمیدونم خود موقعش بوده. من بازم میگم یلدا. چند نفر دیگه هستن ولی خب یلدا دیگه خودش تو هستن. یه بار آخرین بار که اومده بود ایران یه بحثی اومد انداخت وسط، بعد اومد توی اتاق رفتن من گفتش که از من ناراحت نشی، بالاخره وقتی من میام من انتظار دارم که محتوا بدم بهشون، وگرنه که من با تو مشکلی ندارم. یعنی یه جوری میومد توی خود برنامه یه جوری دیگه صحبت میکرد جلو دوربینا. بعد که میومدیم بالا میگفتش که من دلخور نشو، مثلا من با نیت خاص خیلی با هم تناقض داره این رفتار. کی اصلا با اصلا جلو دوربین احسان خودمون لازم یعنی چیزی نداشت، ترسی نداشت. مردم میخوان قضاوت کرد مثلا خیلی همون اونجوری که 100% بودیم دوربین نبودیم خدا شکر من اینجوری نبودم. میگم خیلی رفتاری که خیلی همون خجالت میکشیدیم دوربین شاید انجام بدیم و خب احسان خیلی راحت انجام با کلاس بازی نگشت. کسی نه. اون که تو برنامه بودی فکر کردی چی اصلا من میدونستم موین قرار مردم کشته شده، چون وقتی نظر من دختر مثلا خیلی از کارهایی که باید و درست انجام میداد